شهرسازی رو اگه مثل یک فیلمنامه ببینیم، معمارا مثل بازیگرای اون فیلمنامه‌اند در شهر وقتی راجع به شهر صحبت می‌کنیم. و من فکر می‌کنم این فیلمنامه است که ضعیفه. به قول هایدگر میگه اثر هنری از یه چیزی به تو خبر میده ولی نمیگه چه چیزی. میدونی این که تو میدونی چیزی هست و نمیدونی دقیقاً چیه، به نظر من یه دربستگی جالب اثر هنریه که باعث میشه که تو تخیلت توش هی به کار بیفته. آقای تقابنی عزیز، من جایی دیدم که شما فرق بین خاطره و دژاوو رو خیلی ساده و روان توضیح دادید. طبق همون تعریف کانسپت دژاوو در خیلی از آثار شما احساس میشه. تو این پروژه هم به این فکر کرده بودیم که اینها حالا به جای اینکه اینجوری جابجا بشن، اینجوری جابجا بشن. آقای تقابنی عزیز، ابتدا ممنون از این که در دفترتون، دفتر معماری دیگر، میزبان گروه ما هستین. من بسیار خوشحالم از این که در 4مین قسمت از سری مصاحبه‌های رسانه آدم حسابی‌ها با آدم حسابی‌های مملکت با شما گفتگو می‌کنم. شما که قطعاً یکی از معماران مهم، تأثیرگذار و جوان امروز ایران هستید، کسی که آینده معماری ایران به امثال او چشم داره و به امثال او امید داره. به نظر من آثار شما در هر سه کیفیت مطلوب معماری از دیدگاه ویتروویوس، معمار بزرگ روم باستان، یعنی ایستایی، کارایی و زیبایی، حرفای بسیاری برای گفتن دارن. به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون درخواست کنم که در چند جمله معماری رو برای ما تعریف کنید و از دریچه نگاه خودتون ما رو وارد دنیای قشنگ معماری بکنید. خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. خیلی هم خوشحالم که در خدمتتون هستم و خب برای من جالبه که آدمای فرهیخته و روشنفکری از رشته‌های دیگه دارن به معماری علاقه‌مند میشن و علت این که دوست داشتم من هم در این سری مصاحبه ها باشم برای پیشبرد این هدف بود که معماری به عنوان یه هنر فکری، یه هنر اندیشمندانه چطوری بیشتر بتونه با مردم و قشر فرهیخته‌ای که مخاطب شما هستن بتونه بیشتر ارتباط برقرار کنه. برای خیلی خوشحالم که تشریف آوردید اینجا و در خدمتتون هستیم. خب خودتون بهتر از من میدونید و خود اشاره به ویتروویوس هم نشون میده که مطالعاتی دارید راجع به معماری و راجع به این قضیه فکر کردید و حتما بهتر از من میدونید که مباحثی مثل هنر، مثل معماری، مباحث کلی هستن که تعاریف متعددی براشون وجود داره و عملا با تکرار این تعاریف ما میتونیم به اون حوزه معنایی نزدیک بشیم. یعنی بیشتر از اینکه خطکشی دقیق براشون داشته باشیم، انگار یه ابری از مفاهیمه که حوزه این مفهوم رو مشخص میکنه. درست. از تعاریف خیلی جدی که میشه راجع به معماری گفت و بحث‌های خیلی جدی، تفاوت داشتن معماری با ساختمونه. دیدگاهی وجود داره که خب ساختمون یک مسئله مثل نثر، مثل نوشتار ساده است و معماری مثل شعره در مقابل این نثر. یعنی چیزیه که توش ایده، زیبایی و تفکر بیشتر جا داره و این تقابلیه که خب خیلی‌ها بهش قائلن. معماری رو در مقابل ساختمون سازی قرار میدن.
جالب گفتیم میونه کلامتون، چون نظر من نسبت به معماری به این شکله که یک اثر معماری همون ساختمونیه که براش یک بیت شعر گفته شده. میگم هستن آدمایی که اینطوری فکر میکنن. حالا یک دیدگاه مقابلی هم وجود داره که میگه خب همین ساختمون‌هایی هم که میبینید و ممکنه به چشم ما الان خیلی معمولی به نظر بیان، مثل این چیزایی که در سطح شهر میبینید، خودشون یک زمانی یه ایده های خیلی جدیدی بودن یا نوادگان اون ایده های جدیدن که در طول زمان تبدیل به یک کلیشه‌ای شدن. بنابراین میتونیم حالا اینا رو فرق بین معماری ساختمون قرار بدیم یا بین معماری خلاقانه، معماری اکتیو، معماری فعالانه و معماری منفعلانه قرار بدیم. یعنی میتونیم به دو شکل این رو راجبش صحبت کنیم. برای من معماری، برای شخص من، دیدگاه من، معماری هنره و معماری یک شاخه از هنرهای تجسمیه که به واسطه اون در خدمت میگیره بقیه مباحث فنی رو، مباحث علمی و مباحث دانشی رو. من از این دریچه معماری برام جالبه و بهش فکر میکنم و کار میکنم و بنابراین خصیصه های یک هنر رو باید داشته باشه. یعنی باید بتونه چالش ایجاد کنه، باید بتونه نوآوری داشته باشه، باید بتونه چیزی رو تغییر بده یا تأثیری بذاره یا آدما رو انگولکی بکنه. میدونید یعنی خیلی اون چیزی که ما از هنر تعبیر میکنیم برای من وقتی معماری جذابه که بتونه این کارها رو انجام بده. باز بخوام یه ذره دقیق‌تر توصیف کنم، معماری رو میتونیم حصر فضا، یعنی محدود کردن فضا و در عین حال سازمان دادن اون ببینیم. یه مثالی میزنم براتون. شما توی یه ماشین رو از بیرون نگاه میکنی، خب یک مقداری حجم و فضا رو اشغال کرده، ولی وقتی میری توش میشینی احساس میکنی که چقدر جا داره این ماشین. درست. یعنی یه فضای اضافه، یه فضای مازادی معماری توی اون ماشین تولید کرده که به نظر من فقط خاصیت جادوی معماریه که میتونه این کارو کنه. داشبورد داره، زیر داره، نمیدونم جای صندلی راننده، صندلی شاگرد. از بیرون اصلا همچین حسی نمیده که این انقدر میتونه جادار باشه. درست. همینو شما توی زمین خالی هم میتونید ببینید. یعنی تو یک زمین خالی شما نمیتونید باورتون بشه که اگر اینجا معماری بشه قابلیت اینو داره که انبوهی از فضاها اینجا به وجود بیاد و انبوهی از تجربه های جدید. مثلا فرض کنید مسجد شیخ لطف‌الله زمین خالی بود، شما یه زمینی رو میدیدید اونجا، ولی وقتی وارد مسجد شیخ لطف‌الله میشید شما نه تنها از لحاظ کمی فکر میکنید یه عالم فضا اینجا به وجود اومده که قبلا وجود نداشت و توسط معماری اینو به وجود آورده، بلکه تجربه های بسیار متفاوتی رو احساس میکنید. از یه راهروی تنگی وارد میشید به یک گنبدخانه باشکوه، زیرش یه عالمه شبستانی پر از ستونهای خیمه مانند. یعنی بدنتون و ذهنتون تحت شرایط مختلف فضایی قرار میگیره، تفکرات و احساسهای مختلفی بهتون دست میده که این به نظر من خاصیت معماریه. بخوام جمعش کنم یعنی مازاد کمی و کیفی فضا، چه از لحاظ کمی فضا تولید میکنه، چه از لحاظ کیفی فضاهای جدیدی تولید میکنه که میتونه رو ما تاثیر بذاره. درسته. من خیلی زیاد توضیح دادم. خواهش میکنم. طبق تعریف اول شما پس ما میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که شما خودتون رو بیشتر یک هنرمند معمار میدونید تا یک معمار هنرمند. حالا سخت اینجوری گفتن ولی فکر میکنم دوست دارم اینطوری باشه. درسته. آقای دکتر، شما حدود 3 سال قبل جایزه آکادمی سلطنتی دورفمن رو دریافت کردید. پیش از اون 4 بار جایزه معمار رو دریافت کرده بودید و 1 بار هم جایزه معمار خاورمیانه رو. خب ما میدونیم که در حوزه معماری جوایزی که بین المللی هستن و خارج از حوزه خاورمیانه اعطا میشن از اهمیت خاصی برخوردارن.
از بین تقریباً 100 دفتر معماری از اقصا نقاط جهان 5 دفتر نامزد شدن و دفتر معماری دیگر به مدیریت شما موفق شد که رتبه اول رو به دست بیاره. همین که ازتون می‌خواستم درخواست کنم کمی در مورد آکادمی سلطنتی هنرهای بریتانیا برامون صحبت بکنید و اینکه اساساً این جایزه به چه کسانی با چه ویژگی‌هایی اعطا میشه. خیلی ممنونم که اصلا این بحث و مطرح کردین که دفتر دیگر این جایزه رو برده نه شخص من. یعنی این نکته مهمیه که پرکتیس ما که حالا به انگلیسی ما بهش میگیم نکست آفیس، به فارسی میگیم دفتر دیگر، برنده این شد. یعنی تک تک دوستانی که توی دفتر هستن و قبلا بودن در این جایزه سهیمن. من که خب خیلی آشنایی با این دوستان نداشتم و به این صورت بوده که یک عده‌ای که از امین‌های این جایزه بودن، رویال آکادمی بودن که اینجام در پرانتز بگم یه نهاد 250 ساله هنر توی لندن و یه نهاد خیلی خیلی ریشه‌دار، قدیمی‌ترین نهاد هنری انگلستانه و خب خیلی هم بزرگه و خیلی در قسمت‌های مختلف تاثیرگذاره توی اروپا و انگلستان. اتفاقی که توی چیز افتاد این بود که شاخه معماریش رو تأسیس کرده بودن. چند سالی بود که شاخه معماریش رو تأسیس کرده بودن و دوست داشتن یه جایزه‌ای بین‌المللی برای این به وجود بیارن. درست. نامزد شدن ما هم چیزی در اختیار ما نبود و چیزی بود که از بیرون دیگران این کار رو انجام داده بودن و زمانی ما متوجه شدیم که جزء 5 تا قرار گرفته بودیم و حدود 7-8 ماه قبل از اینکه بریم اونجا و دفاع کنیم این رو به اطلاع ما رسوندن و یه پروسه خیلی طولانی هم داشت. یعنی اول باید سایتمون رو درست میکردیم که داورها سایت ما رو ببینن، بعد چند ماه بعد یه مقاله خیلی آکادمیک طوری می نوشتیم در مثلا چند کلمه که بتونه کل ایده های دفتر ما رو توضیح بده و بعدم هزینه سفر و اینهای ما رو هم تامین کردن که ما بریم اونجا و دفاع کنیم و خب اونجا رفتیم و باید میتونستیم از پروژه هامون و حرکت دفتر دفاع کنیم و خب خوشبختانه رتبه اول شدیم. به نظر من نکته‌ای که این جایزه داشت این بود که چگونه میتونه مباحث بیرونی معماری مثل وضعیت، شرایط، زیست تأثیر بذاره روی مباحث درون معماری مثل فرم، سازه، یعنی بتونه یک پارچگی بین شرایطی که ما توش وجود داریم و هنری بودن موضوع ایجاد کنه. این به نظر من مهمترین نکتهش بود چون گروه‌هایی بودن که به یکی از اینها متمایل بودن و همواره مورد نقد قرار می‌گرفتن. خب اون تکه‌ای که تو توجه نکردی چه؟ متوجهی؟ جایی خوندم که یکی از دلایل انتخاب شما هم ایجاد راهکارهای معاصر در پاسخ به معماری سنتی. نکته‌ای که من خودم احساس می‌کنم خیلی مهمه که بهش توجه بشه، بعضیا اصلا کلا کنارش میذارن. اینکه فاصله بین معماری سنتی و مدرن ما تبدیل به یک دره عمیق نشه. حالا دره عمیق که به نظرم شرایط زیست مدرن این دره عمیق لاجرمه. یعنی ما دیگه مثل نیاکانمون نمیتونیم زندگی کنیم. از همه لحاظ، از لحاظ فکری نمیتونیم همچون روابطی داشته باشیم، لحاظ اجتماعی نمیتونیم اینجوری داشته باشیم، نسبت به جنسیت ها نمیتونیم این کار، نسبت به قومیت ها نمیتونیم اینا رو داشته باشیم. یعنی ذهن ما یه ذهن مدرنه بخوایم یا نخوایم و به قول معروف میگن وقتی تو یه چیزی رو میدونی دیگه نمیتونی ندونیش. وقتی تو بدونی که مثلا چه میدونم در سنت مثلا با قومیت ها یا با اقلیت ها مثلا بد رفتار میشده دیگه نمیتونی اینو ندونی و یا بخوای مثل اون انجام بدی. ولی از طرف دیگه من همیشه میگم گذشته مثل یه ضیافتیه پر از این تعبیر کندرا من بگم مثل ضیافتیه پر از غذاهای مختلف که تو میتونی برداری اون چیزی که به دردت میخوره رو.
تو میتونی بگردی ببینی آیا درسی داره، آیا روشی هست که میتونه به امروز تو کمک کنه و با دیدگاه مدرن بهش نگاه کنی، با همون نگاهی که دیگه مثل گذشته نیست، دوگم‌های گذشته رو نداره، نمیدونم تعصبات گذشته رو نداره، با اون نگاه کنی ببینی مثلا. و این نگاه دیگه یه نگاه چیزه، نگاه امروزیه. یه جمله برخس داره میگه نویسنده‌های بزرگ پیشینیان خودشون رو دوباره اختراع میکنن. من وقتی با نگاه معاصر به شیخ لطف‌الله نگاه کنم، شیخ لطف‌الله دیگری میبینم. این شیخ لطف‌الله دیگه همون شیخ لطف‌الله نیست و از اون میتونم چیز جدیدتری دریافت کنم. متوجهی؟ در واقع میتونیم از بحث زیبایی شناسی هم بهش نگاه کنیم، این که شما خودتون در بعضی از آثارتون وام میگیرین از یه سری المان‌هایی که در گذشته بودن. برای مثال ساختمان نظام مهندسی قزوین که شما شکلی که نور رو خواهید وارد ساختمون کنید، دیدم یه جا گفتین که از آجرکاری، این روزنه‌هایی که بین آجرکاری‌های سنتی ما هست الهام گرفتید. و اما خانه شریفی ها که قطعاً یکی از مهمترین آثار شما تا به امروزه و یکی از شناخته شده ترین پروژه های مسکونی معاصر ایران در جهان. پروژه‌ای که رتبه اول فضاهای مسکونی جایزه معمار رو به دست آورد و جایزه معمار خاورمیانه. من دیدم که خیلی از خبرگزاری‌های مهم هم خبرش رو کار کردن، مثل CNN، Associated Press، العربیه و خبرگزاری‌های دیگه. شما ساختمونی طراحی کردید که قابلیت چرخش داره، یعنی اتاق‌هایی در این ساختمون هستن که با توجه به شرایط آب و هوایی، نور خورشید، سلیقه مالک، این اتاق‌ها قابلیت باز و بسته شدن دارن. اولا که می‌خواستم ازتون بخوام بفرمایید که ایده اولیه طراحی این خونه متحرک از کجا اومد و اینکه اصلا در مورد خود خونه یکم توضیح بدین و اینکه در پروسه طراحی و ساخت احیانا با چه چالش‌هایی مواجه شدید. این پروژه، خیلی ممنون که راجع به اینم سوال کردید. پروژه داستان جالبی داره کلاً دیگه. یک کارفرمایی سراغ ما اومد که یه چیز ویژه‌ای می‌خواست و میخواستش که ساختمونش روحیات ملی‌گرایانه‌ای هم داشت، که ساختمونش چیزی باشه که اثری ایجاد کنه. ولی خب حالا دیدگاهی که داشت راجع به این قضیه یه دیدگاه خیلی غیر متخصصانه‌ای بود. مثلا پیشنهاد سرستون‌های بزرگ و یعنی شکوه و بزرگی رو توی این میدید بیشتر. یک مثلا فخری که خود ساختمون به وجود بیاره، به سمت معماری نوکلاسیک. آره یه همچین چیزی و حالا با جلال و جبروتی. یه نکته‌ای وجود داره توی مدیریت، میگن یه نفری که میاد از شما یه دونه مته شماره 10 میخواد، یه مته نمیخواد، یه سوراخ شماره 10 میخواد. شما باید بتونی نیازشو کشف کنی. بزرگترین کاری که ما کردیم فکر کنم تو این پروژه این بود. ما این نیاز رو کشف کردیم که به هر دلیلی کارفرمایی هست که میخواد ریسک کنه، میخواد زمان بذاره، میخواد انرژی بذاره و اثری تولید کنه که اثر ماندگاری بشه. ما اینو به این سمت خمش کردیم و چرخش دادیم این موضوع رو که در خدمت معماری هم باشه. یعنی یک کار آزمایشی در مورد معماری باشه. اگه معماری همیشه یک مسئله ایستاست، ببینیم چجوری میشه این معماری یک مسئله متحرک باشه. آیا میتونه امکانات جدیدی به خونه بده؟ آیا میتونه همونجور که تو تعریف معماری گفتم، معماری حصر فضاست، محدود کردن و سازماندهی فضاست که احساسهای گوناگونی به بیننده یا کسی که توش حضور داره میده. آیا میتونه کاری کنه که ویژگی خاصی باشه برای کسی که توشه، برای کسی که جلوشه، کنارش هست؟ ایده‌ش هم خیلی ساده بود. من پروژه قبلیم ویلای دوستی ساختمونی بود که یه سری لته چوبی داشت که اینا جابجا میشد
تو این پروژه هم فکر کرده بودیم که اینها حالا به جای اینکه اینجوری جابجا بشن اینجوری جابجا بشن و پروژه رو باز و بسته کنن، چون بر کوچیکی هم داشت. بر ساختمون 12 متر بود، همسایه‌ام که بیخ تا بیخ بودن، یعنی ما یک 12 متر برای جلوه این ساختمون داشتیم، برای اون جوری که ساختمون خودش رو با شهر در ارتباطه. و بعد در یه لحظه این ایده به ذهن من رسید که حالا آیا میتونه این ضخامت داشته باشه، به جای اینکه یه صفحه باشه یه گوشتی داشته باشه و با یه ضخامتی این باز و بسته بشه، به عبارتی فضامند شه، توش بتونه زندگی اتاق باشه به جای اینکه یه صفحه باشه. و خب پروژه با این ادبیات جلو رفت و خب تلاش عده زیادی پشت این کار بود، از سازنده و از خود آقای شریفی کارفرما و دیگر دوستان و تیم‌های مختلف که به سرانجام رسید و خوشبختانه هنوزم سرحال و جذاب. چند وقت پیش دیدم خود آقای شریفی فیلم درست کرده و داره از رضایتش در مورد این پروژه میگه و خب برای من خیلی جالب بود این بعد از 10 سال درگیری با ساختمون هنوز ساختمون براشون تازه است. و یه چیز خیلی باز جالبتر بگم که هنوز دکوراسیون داخل خونه هم تغییر نداده و بعضا با من مشورت میکنه اگه بخواد یه تابلوی اضافه کم کنه، یعنی خودش خیلی چیز جالبیه. و بله پروژه مورد جالب بود. هنوز دوستانی هستن میان میگن که در فلان دانشکده سخنرانی دانشکده های مثلا خارج از ایران بودیم، این پروژه به عنوان رفرنس ارائه شد، صحبت شد. در ژانر خودش مورد تفکره و منم خیلی علاقه دارم بهش، نه فقط به دلیل کیفیتی که داره، به دلیل اینکه پر از بحران بود این پروژه از جهت‌های مختلف. مثل اون سیاستمدار میگفت هر 9 روز من با یه بحران مواجه شدم. این پروژه هم بارها و بارها به درجات مختلف دوستان مختلفی به هر حال سعی می‌کردن ایده کارفرما رو نظرش رو چیز کنن، چه دردسر بی خودیه، چه کاریه، نمیدونم، یا به دلیل اون موقع آره اون موقع هم توی سانکشن ها و چیزام بودیم، تحریم ها بودیم، خیلی نمیشد پول برد به خارج از ایران. خلاصه خیلی داستان داشت، خیلی هم براش هرس خوردیم و خیلی هم نگرانش بودم، ولی میارزید. آقای دکتر، به عنوان سوال بعدی میخواستم ازتون خواهش بکنم که کمی در مورد معماری آشفته و پرتلاطم امروز تهران و خیلی از شهرهای ایران صحبت کنید. آیا از نظر شما معماری ما واقعا رو به انحطاطه؟ آیا با توجه به شرایط فعلی باید از ایجاد آرمان شهرهایی متکی بر عناصر درست معماری به طور کل قطع امید کرد یا هنوزم میشه امیدوار بود؟ والا همه دوستانی که منو میشناسن میدونن که من بسیار از غر زدن فراریم. یعنی همیشه فکر میکنم که غر زدن یک عکس العمل لحظه‌ایه که ما رو میتونه برای لحظاتی راحت نگه داره و من حداقل بهش اعتقادی ندارم در شرایطی که توی مملکت ما از مقامات بالا تا پایین خودشون غر میزنن. یعنی کسی که مسئول یه چیزی هم هست باز راجع به اون مسئله غر میزنه. بنابراین من اعتقاد دارم همه میدونن و همه میدونن وضعیت آلودگی هوا الان این شکلیه دیگه. حالا راجبش من صحبت کردن من خیلی کمکی نمیکنه مگر اینکه من تحلیل ویژه‌ای راجع به این مسئله ارائه بدم یا از زاویه جدیدی راجع به این نوری بتابونم به موضوع. راجع به اینکه معماری ما رو به انحطاط هم شک دارم. به نظر من تلاش‌های خوبی و ایده‌های خوبی در نسل جوان مخصوصا و قبلا راجع به معماری وجود داره. من فکر می‌کنم نکته مهمی که باید بهش فکر کرد مسئله شهرسازیه. یعنی شهرسازی رو اگه مثل یک فیلمنامه ببینیم، معمارا مثل بازیگرای اون فیلمنامه‌اند در شهر وقتی راجع به شهر صحبت می‌کنیم. و من فکر می‌کنم این فیلمنامه است که ضعیفه. یعنی قوانین شهری ما بسیار بدوی و بسیار یک طرفه. کل تهران می‌بینی با یه قانون داره ساخته میشه، 40% رو خالی کن، 60% رو بساز. همینم قابل مذاکره است، قابل کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 100.
ما توی کانون معماران معاصر چند سال رو تراکم داریم کار میکنیم، روی مسئله این که توزیع تراکم شهر چطور میتونه باشه. به عبارتی قوانین شهری رو اولا چگونه میشود به صورت انتقادی مورد بازبینی قرار داد؟ آیا باید سعادت آباد همون قانون شوش رو داشته باشه یا نه؟ قانونای اینا دوتا محله هستن بر اساس دوتا با شریان‌های مختلف ارتباطی، با ویژگی‌های مختلف شهری. قوانین اینا باید هوشمندانه تر بشه. آیا ما باید بتونیم، چون مردم از زمان قاجار و قبلش چون همه شمال تهران رو دوست داشتن، همه میل داشتن شمال تهران، اون موقع سفرا شمال تهران بودن زمان حصار ناصری و حصار طهماسبی، آیا هنوزم همون عرضه و تقاضا باید حاکم باشه، همه دوست داشته باشن برن شمال و چون شهرداری ببینه مردم دوست دارن همه به سمت شمال میرن تراکم اونجا رو بفروشه، در حالی که بلند مرتبه سازی میتونست در شمال تهران اتفاق نیفته که جلوی ویو کوه و اون نسیم کوه و اینا رو بگیره، میتونست در مرکز تهران اتفاق بیفته. یکی از تمرینایی که بچهای ما ترم پیش تو کانون کردن این بود که این قوانین رو مورد بازبینی قرار بدن. بنابراین شهرسازی ما، کسانی که قوانین شهری رو تصویب میکنن لازمه که از این نگاه کوتاه مدتی و کاسبکارانه فاصله بگیرن و آدم‌های متخصص‌تری رو بیارن تو حوزه‌های اندیشه خودشون. و فکر میکنم اصولاً آدم امیدواری هم، فکر میکنم معمارا همیشه باید امیدوار باشن، ولی آدم بدبین و امیدواری هستن. یعنی فکر میکنم که با سختگیری در این حوزه میشه معماری رو هم به سمت و سوهای بهتری سوق داد. فکر میکنم ریشش بیشتر شهرسازی و حالا در مرحله بعد آکادمیه، یعنی دانشگاه ها رو تبدیل کردن که خودش بحث مفصلیه و خب هممون هم فکر میکنم میدونیم که در دانشگاهمون چی داره میگذره. البته این که چنین نظری در مورد این محله های پریشان و این ساختمان های به قولی بیریخت تهران دارید همین نشان از خوشبینی شما داره. به نظر من یکی از معماران عزیزمون یه نظری هم مشابه نظر شما دارن و یه جایی من دیدم که ایشون گفتن که ما در دهه‌های اخیر حتی یک شهردار نداشتیم که شهرساز بوده باشه. البته داشتیم دیگه، آقای هنوچی بود دیگه. آقای هنوچی شهردار معمار بود، شهرسازش رو نمیدونم، معمار بود، ولی خیلی این کمکی نمیکنه. اونایی که قوانین رو، یعنی یه اراده خیلی قدرتمند حاکمیتی لازم داره که این اراده رو من نمیبینم. یعنی این کوتاه مدتی، این که آقا ما درآمد این ماه شهرداری، درآمد آخر سال شهرداری رو چیز کنیم، چجوری اشتغال ایجاد کنیم فعلا حالا بگذره، باعث شده با شهر یک مسئله بسیار کوتاه مدت برخورد کنیم. بنابراین راه حل من فکر میکنم از این دریچه میگذره که اول باید قوانین شهری ما اصلاح بشن، بعد سیستم جدی‌تری برای اجراش در نظر گرفته بشه. معماری رو از دریچه دانشگاه، مسابقات معماری، به نظرم وضعیت شهرسازی خرابتر از وضعیت معماریه. اما در کل میشه امیدوار بود. باید امیدوار بود. امیدوار نباشیم چیکار کنیم؟ درونگرایی و برونگرایی، دو ویژگی که روی بسیاری از آثار معماری ایرانی از گذشته تا امروز تاثیرگذار بوده. دو ویژگی که در آثار خود شما هم ما ردشون رو به وضوح می‌بینیم. برای مثال همین خانه شریفی‌ها و البته دوگانه صفادشت، پروژه‌ای که به نظر من یکی از خاص‌ترین پروژه‌های شماست که باز تو پرانتز ممنون میشم اگر در مورد اون هم یه خورده صحبت بکنید. ازتون می‌خواستم خواهش بکنم در مورد این دو ویژگی و تأثیرشون بر معماری نواحی مختلف ایران کمی برام صحبت بکنید. خیلی متشکرم. یه نکته خیلی مهمه که من اینو موضعم رو باید مشخص کنم. من به سراغ گذشته نمیرم و استفاده کنم از درونگرایی و برونگرایی که بگم چون در گذشته این بوده الان میخوام بیام اینو استفاده کنم. من استفاده میکنم چون احساس میکنم در شرایط امروز نیازی بهش هست. یعنی چی؟
یعنی من نگاه میکنم میبینم که ما توی رابطمون با بیرون از خودمون یه رابطه متناقض داریم، یه رابطه دوگانه داریم. بعضی وقتا توی خانواده اینجوریه که نسل قدیم یک جوری زندگی میکنن، نسل جدید یه جور دیگه زندگی میکنن. یه عده‌ای خیلی با بیرون ارتباطشون راحته، مسئله خصوصی براشون یه مسئله کوچیکتریه، گستره ارتباطاتشون خیلی بازه. و خب مثلا ممکنه نسل قدیم خیلی اینو بسته تر ببینه، مسئله این که چگونه با بیرون ارتباط غریبه براش گسترده تره و مرزش با بیرون خیلی قطعی تره. بعضی وقتا توی یه شخص میبینی اینو که در لحظاتی از زندگی اینجوری داره رفتار میکنه، در لحظاتی جور دیگه رفتار میکنه. بعضی وقتا در دو گروه اجتماعی میبینیم. ما اینو توی پروژه خانه هنرمندان به این نتیجه رسیده بودیم دو تیپ فضای عمومی لازم داریم. یه تیپ فضای عمومی که آرتیستا بیان اونجا گیتارشون رو بزنن و یه فضای عمومی که مردم زیراندازشون رو بزنن، گاز پیکنیکی بیارن، کتلت درست کنن. این دوتا نمیتونست تو یه جایی قرار بگیره. شما کاملا هنرمندانه این رو سعی کردیم جدا کنیم. یعنی میخوام بگم نه فقط در حوزه خصوصی، که در حوزه عمومی بعضی وقتا در دو نسل، بعضی در دو گروه، بعضی وقتا در یه شخص. بنابراین ما خودمون رفتارهای دوگانه‌ای داریم. خیلی وقتا در یک لحظاتی بسیار معاصر رفتار میکنیم، در یک لحظاتی هم بسیار هنوز اون نگاه قدیمی، نگاه تملک‌ها یا هر چی بدونی که بار اخلاقی بهش بذاریم حضور داره در زندگی ما. این باعث میشه که من برم بگردم ببینم در رفرنس های ما تو این کشور چه چیزهایی وجود داره. یزدی رو داریم، ما کاشانی رو داریم که شهر کبیری. آره، که بیرون تقریباً بی‌معنی. خود ساختمون انگار یک مرز قطوره، یعنی گوشت ساختمون که دور حیات خالی، جایی که زندگی توش اتفاق میفته، امن، غریبه توش راه نداره و بیرون یک چیز، یه دیوار ساده است و خود ساختمون دور این حیات شکل داره که خودش ارزش‌های مختلف فضایی رو داره با یه رویکرد اجتماعی. شمال ایران رو داریم که زندگی بیشتر تو اون تراسه داره اتفاق میفته به دلایل فرهنگی و به دلایل اقلیمی. باد بیاد از رد شه، از اون رطوبت و از اون گرمای شرجی بتونه بکاهه به قول معروف. و بعد خب من میبینم این رفرنس ها وجود داره، اینا وجود داره و آیا میشه توی پروژه مثل شریفی ها این دوتا میفتن رو هم؟ پروژه هر وقت خاص بازه، هر وقت خاص بسته است. رابطه حوزه عمومی یعنی خیابون و ساختمون یه رابطه ما بهش میگیم 0 و 1 باینریه، بعضی وقتا بازه، بعضی وقتا بسته است. تو پروژه دوگانه استفادهش رو گذاشتیم دوگانه تکمیل کننده، مثل روز و شب، مثل تاریکی و روشنی، مثل اینا همدیگه رو تکمیل میکنن. اینا یه خانواده‌ان که نمیتونی از هم جداشون کنی چون خانواده‌ان و نمیتونی با هم قاطیشون کنی چون ناراحتن. ما اسمشو گذاشتیم اینا جدا ناپذیر و یکی ناپذیرن، جمع ناپذیر و جدا ناپذیرن. برای خود این میشه مسئله معماری چجوری اینو حل کنه که اینا بتونن هم جدا باشن هم نباشن، با هم زندگی کنن. یا مثلا توی گویوم که این دوتا اصلا کاملا با هم قاطی شده. مثلا اگه درونگرایی رو پدر بگیری، برونگرایی رو مادر بگیری، این انگار بچه این دوتاست. یعنی ما به اسم اینا رو گذاشتیم دورگه ها، یعنی انگار یه چیزایی از این داره، یه چیزایی از اون داره. یعنی میخوام بهتون بگم که بر اساس مشاهده وضع موجود در شرایط زیستمون به صورت دقیق نگاه کردنش ما یه مسئله رو تشخیص میدیم. ما به این میگیم انگار که مثل کاراگاه باید بگردی سرنخها رو پیدا کنی. یه چیزی رو تشخیص میدیم، بعد نگاه میکنیم که چه راه حلایی داریم. آیا راه حلایی در گذشته بوده که بتونه به ما کمک کنه؟ آیا میتونیم اونو به استخدام خودمون بیاریم؟ آیا میتونیم اونو بکنیم ماده خامی که باشه ور بریم؟ و به این صورت یه پروژه میشه دوگانه استفادهش که 2 زمین مختلفه. اصلا قرار بوده 2 ساختمون مختلف درستش کنن، به جای اینکه 2 ساختمون ایجاد کنیم ما میگیم دیوار حیات رو ور دارید که این میشه یه محور جذاب اونجا و این 2 بتونن با هم یه سینرژی داشتن، یه هم‌افزایی داشته باشن
و یه جذابیتی به کل مجموعه اضافه کنه. و بین دو تا ساختمون پل زدید. آره دیگه. پلی که میشه حتی اگر بدن خواستن که آره. جدا کنن، یکی از خواسته هاشون هم بود اگر حتش. یک زمانی خواستیم یکیشو بفروشیم بتونیم بفروشیم، اگر یک زمانی خواستیم این کارو بکنیم. یعنی این قابلیت رو دارن. این کانسپت جدا ناپذیر و جمع ناپذیر به نظر من کانسپت درستیه. نمیتونن یکی بشن، نمیتونن جدا شن. خود معماری میشه یه مسئله براش.